در این قسمت با منوی امکانات که شامل نکات یادآوری، یادداشت‌های انجام شده و دانلود میشه آشنا میشیم. قسمت اول نکات یادآوری. زمانی که لازمه موردی به ما یادآوری بشه از قسمت نکات یادآوری استفاده میکنیم. وارد قسمت نکات یادآوری بشید. روی ثبت یادآوری جدید کلیک کنید. توی این قسمت عنوان یادآوری رو وارد کنید و سپس متن یادآوریتون رو تایپ کنید. در انتها زمانی که میخواید این یادآوری به شما نمایش داده بشه رو انتخاب کنید و سپس روی دکمه ثبت بزنید. قسمت دوم، یادداشت‌های انجام شده. در صورتی که نیاز دارید یادداشتی جدای از اطلاعات قبلی ثبت کنید، از این قسمت استفاده کنید. وارد قسمت یادداشت‌های انجام شده بشید. روی دکمه ثبت یادداشت جدید کلیک کنید. عنوان یادداشت رو وارد کنید و متن مورد نظرتون رو تایپ کنید و سپس روی دکمه ثبت کلیک کنید. و در انتها با کلیک روی یادداشت‌های انجام شده تمامی یادداشت‌هایی که ثبت کردین رو مشاهده کنید. قسمت سوم، دانلود. کلیه فایل‌های بارگذاری شده در سایت توسط ادمین رو میتونید از این قسمت دانلود کنید. در این ویدئوی آموزشی به طور کامل با قسمت امکانات آشنا شدیم.